هر سخن یه نکته یا هر مکان یه سخنی دارد. چی؟ ببین هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. یعنی اینکه هر جایی که میرین آداب اونجا رو رعایت کنیم. من خودم از نوجوانی اینو تمرین میکنم. جایی که شلوغ که میریم سر صدا نکنیم، برای بقیه آسیب و آزار نداشته باشیم، نظافت و بهداشت رو رعایت حالا کنیم. امروز قراره چیکار کنیم؟ اما شما دوتا نگین. آقای که تایید میکنی بگو میخوایم چیکار کنیم. بگو میخوایم چیکار کنیم. میریم مطب. مشاور روانشناس. که تازه کلی هم بیمار توشه. نه عزیزم، اونا بیمار نیستن که همشون. همه آدم ها میتونن برن اونجا. قرار شده که همون کارهایی که گفتیم انجام نمیدیم ما انجام بدیم. یعنی بریم تو مطب این بار 4 تامون با هم بشینیم و یه کارایی انجام بدیم که بقیه بخندن. کی میبازه حسام؟ حتما شما ستا باختید. نکتهش اینه هر کی خندید باید خودش پاشه از مطب بره بیرون. خودتون الان پاشید برید تو مطب تا من ما داریم بیام. میریم مطب. بچه‌ها برید، من قرار تو ترافیک گیر کنم. برید. جدی؟ بله. بیا زود تو برسون میبازی. خودتو. آقا حرکت کن. من تو ترافیکم. چراغا قرمز، ترافیک خیلی سخته. برنامه دارم. اومدیم مطب دکتر، همزمان 4 تایی قرار تو صحنه باشیم و همدیگه رو بخندونیم. من گفتم تو ترافیکم یه ذره دیرتر میام. مطب این دکتر روانی است. دکتر جای پارک ندارید اینجا و اسیر شدیم. سلام، چطوری؟ من گفتم نمیتونم که. من گفتم باید بیام دکترم. آقا آخه من مطب دکترم. ای بابا، مگه چقدر پول میدین؟ آنلاین الان برگزارش میکنم. بگی همه آماده باشه. خداحافظ. من از همه عذرخواهی میکنم، ببخشید. من کلاس آنلاین دارم. یه چند دقیقه است فقط. کلاس آنلاین چیه؟ ورزشه. آخه مطبی من چاره نیست دیگه. همین پول مطب رو باید از این در بیارن. کلاس آنلاین ورزشه. جانم. آقا داری چیکار می‌کنی؟ لطفاً اگه میشه جمع کن مسئله. یه دقیقه ایشون یه حرکت فقط انجام بده. بچه باید ببینن. نه بچه ببینن یه دقیقه شما بیا بعد. بغض یا کریم شما. فقط یک دقیقه، بیشتر یه دقیقه طول بکشه. همون گفتم بگیر یه دقیقه. بچه ها سلام. امروز قرار بود ورزش سنگین وزنا رو براتون انجام بدیم. اونایی که چاقن اصلا نگران نباشن. یه نمونه کامل اینجا داریم. کفشمون در همکاری بکنید. نمیشه عزیزم. نه باید بشه. مثلا موسیقی بزنیم که ایشون یه سری حرکت انجام بده. بله. موسیقیمون هم اینه. دین 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 دین. میده. چیه موسیقیمون؟ برو. من چی برم؟ این فقط شیکم هم پیداست. دین 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 زنی موسیقی را دیگه. دین 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 دین.
اشکم در اومد. خیلی سخت بود. نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. خانم شما بفرمایید تو. بفرمایید تو. اصلا که درد میگیره آرام میدونم زیاد. تموم شد. همین یه ذره عصبی که میشم آدام سمیت جوام حالم خوب شه. من کسی یه چیزی میخوره روشن میشه ببخش. میشم خامه میخوری؟ عصبی شدی میخوری؟ نه من آدامس میخورم. نه مرسی. ممنون. از اینجاش زدم شما از اصلا اینجاش من کرفس دوست ندارم، حساسیت دارم. من به بوجه‌ام کرفس. بزن. میریزم بیرون. کثیف کردیم. یا آخه این خوب این خوب میشه شما تکون نخورید؟ تکون نخورید لطفا. یک یادگاری کوچک. من نقاش هستم. مرداد کاسو. تو دستتونم تنده. بله. من کلا ندارم. خب نه من تصور کردم یک هنرمند خلاقیت ذهنی داره. آها اینو همسر من برام داده ساختن. اصلا یه چیز عجیبیه. به یاد اینکه هر روز توش چای میخورم حتما یادشو زنده نگه دارم. خیلی از با جست های مختلف شما میبینید چقدر زیباست. همیشه یاد و خاطرش در هر ساعت. میگم همسرتون با همین قیافه پسندیدن شما رو؟ جا؟ با همین نه قیافه؟ اول اینجوری بودم آه. بعد اینجوری شدم. یادگاری نفرت انگیزیه واقعا. نه با عشق. با عشق واقعا. الو سلام عزیزم. چطوری خوبی؟ ساله نه با خواهرم بودم. جدی میگم. الان اینجا ساله. آقا ببخشید. شما میتونید همسرمه خوب. من یه خبتی کردم. الان زنگ زده گفتم من با خواهرم. میتونی صدای زنونه دراری؟ صدای شبیه. در بیارم؟ آره. بگین الو سلام عزیزم چطوری؟ ببخشید. میوت کردم این صدا رو. شما میشه پاشی. ببخشید. میگی سلام عزیزم خوبی؟ آره من خوبی کجای کم پیدا؟ از با صدای زنونه. کار درستی نیستش ولی خب صدای زنونه. مرداد داره میمیره. الو سلام عزیزم. روزک داره این اما داداشم هست. بله یه سلام خودم باشه چشم مراقب باشه. سلام بهتون. دیدی عزیزم؟ آره آوردمش مطب دکتر.
لوز المعده باید عمل کنم. نه من با تو صادق هستم. صادق. آره. اسمم هم صادقم. ببخشید به همسرتون اسمتون رو گفتین؟ نمیدونم. تازه با هم آشنا شدم. واقعا گرمه. تیشرت می‌پوشم. تیشرت نپوش آقا، واقعا گرمه. خدا شکر جوراب پاره هم مد شده. نه گرمه؟ جورابکه. وای چرا من اینو از دست دادم؟ چرا زود سوخته اومد؟ کف پام تو زیاد میخوره. بو میده. خیلی بو میده استاد. نه خیلی بو میده. بو میده. سوخت فکر کنم. فکر کنم ساله سوخت. تشریف میبری؟ آقا دیر میفرستین داخل اینجوری میشه ها. این بچه کیس حادی هم محسوب میشد. بهش میگم بو میده. سر بو میده. نکنید با لبخند وارد شد. یه جمله دارم که خیلی دوستش دارم. بودن یا نبودن مسئله این است. این کار جدیدمه، طراحی جدیدمه. مبارکه ایشالله به سلامتی. هر کدوم میخواین برای آقا نمیخواین؟ اینو میخوام. این بله، برای بله. شما. اینم برای شما میذارم. این طرحیه که خودم خیلی باهاش خاطره دارم و خیلی دوستش دارم. آب معدنی. این رو هم من میخوام. اینم شما. بله. کار جدیدترین کارم. این جدیدترین طرحیه که زدم. هیچ. اینو روش خیلی تمرین کردم. این نمیخوام. هیچ. پس این شد برای شما. این برای شما. ببخشید یه ذره چروکه. آب معدنی. خنکه؟ عالی. حالا گاز دارم میزنم. گاز دارم طرح. مرسی. برازندتونه. مرسی. شما مطبه تو بذار در کوزه آبشو بخورم. یادگاریتون هم دارم میبرم. مرداد موند. سالارم سوخت. با مرداد که داری میخندی. مگه میشه؟ اصلا فکر هیچ جوری فکر نمی‌کردم مرداد بتونه ما رو ببره. هممون پیش بینیمون، حتی خودش پیش بینیمون این بود که مرداد زیر یه دقیقه میاد بیرون. طبق محاسباتی که داشتیم یک نفر باخته و همزمان تا 3 میشمرم 4 تایی اسمشو میگیم. نه یه لحظه وایسا، قبلش من اینو بگم. اصلا کار سختی براش در نظر نگرفتیم. قراره بره با یه گروه تکواندو کار تمرین کنه که دارن با استادشون ورزش خیلی می‌کنن. هم خوبه. خیلی. آماده ای؟ 1 2 3 حسام. چی؟ حسام. یه بار دیگه بگیم متوجه نشد. حسام. به من میگه ساده.
داداش ببین واقعا جریمه سختی نیست، قراره ورزش کنی یکم. صورت نگاه کن. حسام جان خیلی محترمانه درخواست کن که ببخشید من لباس تمرین نیاوردم، میخوام با شما تمرین کنم. تمرین تو بکن درست. باریکلا همینجا بدن تو گرم کن معرفه. باریکلا بفرم. خستم. باریکلا کارتو بکن. من میتونم باهاتون تمرین بکنم؟ فعلا نه، یه ذره وایسا کنم. کار کن ببینم. عصبانی. باریکلا. برو وسطشو شروع کن گرم کردن. آره بدون امان نیست. بیا اینجا. نه برو تو باید بری آقا. نمیشه که. چی کار کردی؟ من باید ببینم اصلا کار کردی میتونی با بچه‌ها کار کنی. همزمان که داری حرف میزنی شروع کن درجا زدن. یه خورده من محمد جان یه ذره با آقا نرمشی کار کن. نرمش. برو جلوی. نه بگو با خودتون. من سطح هم در حد بچه‌ها نیست. ببخشید استاد نرمشی کار میشه کن. من با خودتون تمرین کنم؟ فعلا زوده برات. نرمشی آخه- کار کن. نرمشی کار خیلی کن. عصبانی. کار کن. بگو مگه شما دانه چندی؟ یه دقیقه استاد دانه چندین شما؟ دانه 10. دانا رو بلدی کار کن. دانه 10. بابا دارم حرف میزنم. بلند بگو استاد خودت بیا مبارزه کن. استاد خودم بیا مبارزه کن. بیا. زد. بیا کار کنیم دیگه. میری یه قدمی استاد یه چک میزنی تو صورت خودت میگی میدونی من کیم؟ بزن نفس بگیر. یه ذره تمرین کن تا قبلش. میدونی من کیم؟ بگو من هیچ کس نیستم. باید میزنمش. بابا داری منو سرد میکنی ها. بگو میخوام همینجا رسمی دعوت به مبارزتون کنم. رسمی دعوت به مبارزه کنم شما رو. بچه‌ها دور وایسید. یه دقیقه نه دور وایسید. اینقدر رسمی نه. داد میزنی میدوی سمتش. کن دیگه بابا. درسته. جوری وایسا یهو صدا بروسلی در بیار. بگو تازه شروع شد. تازه شروع شد. استاد شروعه. بیا. اگه میتونیم یه کشتی بگیریم دیگه. با ناز بزن رو شونش بگو خیلی بدی دردم اومد. کشتیگیری داریم بلند شو. یه کشتی باشه. خیلی بدی دردم اومد. یه زیپا بستشه. زیپا. باریکلا. تمام. آفرین شیرمرد. بچه های حسام غیرتی شده. شیر مادر نان پدر حلاله. ولی ببین شاگرد منو زدی. بگو تک تک زدی منو شاگردت زدم. شاگرد منو زدی. وایسا. بچه بسشه؟ به من که خیلی داره خوش میگذره. نظرتون به اندازه کتک خورد دیگه. آره من که حسام بسته. یعنی ببین. بسته دیگه. نه وایسا حسام نیا. ما میگه یه دونه میخوام ضربه آخر بهت بزنم. کفشاتا برمی‌داری فرار میکنی. زد تو قلبم. آره نه خیلی بد زد. چرا ما سوختی؟ خوردم حالم بد. خیلی بد. من رو ریختی کردم. بنده خدا این پاشه بیاد مراسمت نه گریه میکنه نه چیزی، فقط به خاطر حلوا میاد.